اصبه در کلدون میزنه. نه بردی. شما چقدر که دیده ایستادن اینجا ده پلوک میگنن اینو بقای جفتی میگن بقای جفتی این پلوکی باباگی اینا ما ای بوده که ما هم خیلی استفاده میبردیم اسب قطی گاو قطی اینا در دهه ما تو حاضر اینا استفاده میبرن همین پلو را اینا که جفت میکنیم وقتی زمین جفت کنی و وقتی خود پیجام کنی اینا سیزون میگن و مردم همه سیزون دادستن انا دوستان عزیز پلوکی باباگی اینا گاوی اخته کردگم با خود یک همزه پیریکار انا پیریکار تا حاضر همین کار را استفاده میبره باور که ما دیدم حلاوت بردم هزار رحمت که حکمایت جفت کردن تا تماشا کنم با تماشا کنیم من چیسته برای شما نشون میتونم انا دوستان عزیز با کل هموطنان و غریبانی در شهر مسکو بده با شما توصیه میتونم شرکت موحدین مرامت رقمشون واتساپ دارن مرامت زنگ بزنین آفیسشون در مترو ودنی استادیوم های آفیسشون مرامت کنین برادرها البته ماشین های نو و زمانوی در خدمت شما های مرامت تنها شما زنگ زدن برای گذشتن سرحد در خدمت شما شرکت موحدین باقی سربلند و خانه آباد باشین همه وقت جیبکاتون پری پل باشد زنده باشین